این کتاب بهارالانوار هست، دوستان عزیز اگر نشون بدن. این جلدش، اینم صفحه اولش، صفحه 117 در روایت 79 که از تفسیر عیاشی نقل میکنه. در اینجا میگه سمعت ابا عبدالله یقول، از ابا عبدالله شنیدم از امام جعفر صادق که میگفت ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. درست. 3 شخص هست که الله در روز قیامت به اونها نگاه نمیکنه، اونها رو پاک نمیکنه و برای اونها عذاب دردناک است. این 3 شخص کی هستند؟ من ادعا امامت من الله لیست له، کسی که ادعای امامتی بکنه که برای اون نیست. در اینجا از اهل بیت کسانی رو تکفیر میکنه خود این شخص. درست. محمد نفس زکیه که ادعای امامت کرد، بنابر این روایت کافر است، این از جمله اهل بیت. محمد دیباج بنابر اعتقاد اینها کافر است. زید ابن علی که قیام کرد کافر است. یعنی خودشون اهل بیت رو کافر میدونن در این قضیه، چون که زید ابن علی ادعای امامت کرده بود. پس کسی که ادعای امامت بکنه و از طرف الله امام نصب نشده باشه، این شخص کافر است. یعنی اون کانالی رو که ابن سبع یهودی درست کرده، اگر اون کانال وجود نباشه، کانال دیگری بخوان بزنن، این شخص کافر میشه. من جهد اماما من الله، کسی که انکار یکی از امامانی بکنه که از طرف الله سبحانه و تعالی بوده، یعنی از 12 امام شما یکیشو انکار بکنید، کافرید. و من قال، و کسی که بگوید ان لفلان و فلان فی الاسلام نصیبا، برای فلان و فلان، فلان و فلان هر جا که ذکر بشه در کتب اینا اشاره کی است؟ به ابوبکر و عمر. اگر کسی به مجرد این که اعتقاد داشته باشه که عمر و ابوبکر رضی الله تعالی عنهما مسلمان هستند، این انسان چی است؟ کافر است و شامل این عقابی میشه که در این روایت ذکر کرد.